خیر است برادر؟ هیچ گپ نیست. یک دم است. من سرکمیسر ولخان، مبارزه بر ضد ترور. ببخشید کمیسر، کمی پیش بیانات این دختر رو گرفتم. عکسش بدتر اومد. لیکن اون وقت الک او رو رها کرده بودیم. به این طرف رفت. بیا رفتیم، زود باش. تو به آن طرف رفت. چه انسانت. گریخته است. چرا او رو دستگیر کرده بودی؟ با گناه دوزی سر دارم. و گروهی که دختر رو دستگیر کرده بودند خبر داده مکانی دستگیر شوی او رو باید انیخونیم. اما رفتیم تاو زود. نترس، بومان بیا. نترس، من تو رو با نزدیک خرا میبرم. رفتیم ادر یقی میبریم. نترس، بومان بیا. از اینجا رفتن رفیق کمیسر. دیده و دانسته او را از دست دادیم. انیق در انقره یکان جای را ترکاندن میخواهند، اما کجا را کی ترکاندنشان معلوم نیست. در دست یکان معلومات نداریم. آماده شوید، میرویم زود. тамошобинони гиромӣ, вазири мудофиа генерал Музаффар Қочигит барои мубориза бар зидди терроризм бо аъзоёни ҳукумат машварат доир намуд. ҳоло маҷлиси гузаронидаи генерал Музаффар Қочигитро ки бо аъзоёни ҳукумат гузаронида шуда буд, такроран пешкаши шумо мегардонем. ҳамчун аъзои ҳукумат бояд мо чунин корҳоро анҷом диҳем. аввал он ки на ба зӯри силоҳ, балки аз ҷиҳати психологӣ бар зидди силоҳдорон мубориза барем. бояд ба ҷомеа ҳаёти разилонаи онҳоро фаҳмонда, то чӣ дараҷа бемантиқ ва паст будани ташкилоти силоҳдоронро ошкор сохта ва ба мардум нишон диҳем ва ҷой надоштани онҳоро дар ҷомеаи демократӣ фаҳмонем. бояд мардумро аз зери фишори онҳо ҳимоя намуда бар зидди онҳо мубориза барем. барои наҷоти халқ ва сулҳу осоиштагии кишвари азизамон кори аз дастам омадаро дариғ намедорам. خوب است. شما هم رفته خوب کنید. آی پسرم، تو حالا پدر نشده ای که از درد پدر با خبر باشی. وقتی فرزند در این احوال باشد پدر رو خواب میبرد مگر؟ طاهر، به من راستش رو بگو. زینب صحت میشود. یگان امید هست پسرم. کاش میدانستم. نتیجه تشخیص رو انتظار میشویم. آه پسرم، مرگ دخترم را تحمل کردن نمیتوانم. مرا تنها نگذار زینب. خواهش میکنم خود را از دست نده. کمی غیرت کن زینب. مجده را آوردم آقای قرا. من گمان کردم که تو را دستگیر کردند. به زور گریختم. همش با عیبیان کودک قریب حیاتی همون را می سوزند. تو می توانی روی. خوب شده است. مبارک میبرایم آقای خرا. نزدیک بیایید. درایید. گوش کنید. وظیفه شما دزدی است. اگر مبادا یگان تایتون گریزد نامتون را به پلیس میدیم و باقی مانده حیاتتون در محبس میگذرد. این را فراموش نکنید. رویده کنم.
رفتیم پیش دروید کنی زودتر. آخر ما برای دوای خود مبارزه میبریم قرار. این چی کاره؟ مژده سنان وظیفه‌اش رو در کوه اجرا میکند، ما باشیم در شهر و تشکیلات پول لازم. میفهمی؟ پول. باید با دستگیری ثروتمندان تمام امکانات‌هایمان را برای خلق مینتکش سفربر نماییم. من باوری دارم که در روزهای نزدیک آنها از این بلا خلاص خواهند شد. این آدم شب و روز گپ میزند. را سد راه سلاحداران میشویم. خلق عادی را از زیر ظلم آنها رها خواهیم کرد. در برابر این کارها ما نباید پاداش انتظار باشیم. باید تنها به خلق و وطن خدمت کنیم. رسم و آیین ملی و دینی ما که به ما صلح و آسایش، یک دلی و غمخواری بخشیدند باید والا دانیم و با تمام نازکی ها آنها را تجلیل نماییم. در برابر این بین قوم ها و خانواده ها همدیگر فهمی را جاری نماییم، زیرا عائله سرچشمه هم خوبی و هم بدی هاست. از این رو ما باید به همکاری زیچ مردم و حکومت کوشش نموده برای عملی گشتن آن شرایط زیادتری را فراهم آوریم. رفیقان، جناب، در حقیقت موضوعهای روزمره را موردی بررسی قرار دادید. باز یگان گفتنی دارید؟ وزارت مدافعه به حکومت پیشنهاد نمود که در دیاربکر پایگاه نظامی گشاده شود و من در مراسم گشاده شویش آمده اشتراک میکنم. جناب، چرا این کارو کردن میخواهید؟ من میخوام که با سربازان خود همراه باشم. با نبیره های صلاح الدین ایوب که مردم اینجایی هستند باز هم همکاری زیچ داشتن میخواهم. اگر لازم شود همینجا در زیر خیمه عمر بسر میبرم. همه شبکه ها روزی دراز همین نوار را نشان میدهند. در سامانه وزیر مدافعه متن این نوار نوشته شده است. میدانم جناب. این کارش بسیار خطرناک است. این آدم از کجا اینقدر جسارت پیدا کرده است؟ همه نقشه های ما رو برباد داد. باید هرچی زودتر او را نیست کنیم. و جایهای لازمه خبر فرستادند. چاره‌اش را میبینند. به واسطه رئیسان جماعت همه جماعت ها را دوستی یکدیگر همه تون برایید. زود باشید. در این جاده باید همه جانبه دستگیری ها کرده شوند. در قسم جنوب شمال برای عملیات به صبری میکردی؟ ها البته. وقتش رسید مژده. این چیست؟ امتیاز نباید گرفت. از جهت مادی معنوی دستگیری کردن لازم. من همچون وزیر مدافعه حکومت را برای آمدن زمانی پاره کردن شهر رسید. شما مرا مسخره میکنید. این چی کار است؟ شاهی جنگل کیست؟ شهر است. دریغ نداره. این باید هدفی همه ما باشد، چون که آینده فرزند و نبیره های هدفت همین آدم است. وابستگی زیاد دارد. او را پاره میکنی مژده. مجلس با همین تمام شد. به همتون تشکر زیاد. البته میکنم. پاسخ کارهای کردهشان رو میدهم. انتقام نزدیکانم رو میگیرم. صبح بخیر زیناف. صبح بخیر کنم. کنی گذشته شیم. در خانه من خوابت براحت بود؟ البته. تو را زحمت دادم گناه.
اینطور نگوی میرنجم. اینجا خانه خودت. یاد داری در دیگه از خانه نوی بر اومدم؟ یاد دارم. چی روزهایی خوشی بودند. بله. خانه بسیار زیبا بود از گنو. تشکر زیاد. قده ها رو فراموش کردم. حاضر من میرم. شین من میارم. گنو این شیر بچه کیست؟ پسرم. پسرت؟ پس او در کجاست؟ گذشت. چی؟ هم دردیم رو قبول کن گناه. سلامت باش زیان. گمان میکردم که تو تنهایی. کی خانه دار شدی؟ هیچگاه من تازه میکنم. جمکشم کجا؟ در خانه خوب. اگر زحمت نباشد گرفته میآوردی. خدایا این کیست؟ پسر؟ رئیس؟ مرحوم میبخشی زیاد. تو رو زحمت دادم. چه خیلی زحمت کنند. تو مرا ببخش. به زحمت نمک پاشیدم. چه خیلی بودنی غمی فرزند را از همه زیاد من میدونم. غم نخور. برفین رو میابیم زیلان. در شهری کلان چی در دخترم رو میابیم گنول؟ بله درست میگویی. شهری کلان است لیکن از یک جایش سر کردن لازم. این دختر به کجا میرود؟ چه کار میکنند؟ اول از آدمانی گرد و اطراف میپرسیم. اینجا بمورانی من بسیارند. شاید یگان تاشون او رو دیده باشم. راست میگویی گنول. تو بهتر میدانی. شاید او رو کسی دیده باشد. بیا نهاری کرده به جستجویش میبرم. مایل سیوشی گذر. این رو دار. پس از زیر کردن این تومچه بمبا می ترکد مجدا. وقتی که خماندان نزدیکمان زیر میکنی. فهمیدم. تو قهرمانی بزرگی تشکیلات میشوی مجدا. بدر کن.
آهسته آرام شو آرام همین خیل این دختر از عهده کار میبر آمده باشد. تشکیلات باوری نمی داشت نمی فرستاد. لیکن او رو ترس فرا گرفته است. هیچ گپ نی. روزی مردن را دانی تو هم می ترسی. چی شد مجده بخیر است؟ کی خودم را میتر کنم؟ وقتش رسد میفهمیم مجده. حالا فکر نکن. من به نزد مراد رفتن میخواهم. او در بیمارخانه است. کودک رو چیکار میکنی؟ من کودک را دیدن میخواهم. تو نباید به بیرون برایی. پلیس تو را بیند میشناسد. این ارزویم است آقای قره. خیر میلش. تو را به نزدش میبرم. شما را گوش میکنم استاد. متاسفانه احوالش خوب نیست طاهر. یعنی در این حالت یگان کار کرده نمیتوانیم. معالجه کیمیایی کنیم چی؟ معالجه کیمیایی یگان فایده نمیرساند. دلکه برای آن دیر شده است. او روزهای آخری حیاتش را خستر میکند. این حال یگانه کاری که باید انجام دهیم به او داروهای آرام کننده گذراندن. دردی بدنش را کم کردن لازم است. روزهای آخرانش یعنی چقدر؟ از 6 ماه تا 1 سال پسرم. خودت را به دست گیر پسرم. از رحمت خداوند نباید ناامید شد. مراد؟ چی حال داری مراد؟ شکر خوبم. کاش مادرم در همین جا می بودن. قریب بود که در زیر ماشین میموندی. اپا از شما یک خواهش دارم. گپ زن مراد، شرم نکن. یا اینکه یگان چیز خوردن میخواهی؟ شیرینی، میوگی؟ گپ زن رفته بیارم. نه اپا، خواهشم این نیست. میخواهم که به مادرم زنگ زنه تا به اینجا آیند. همه این بچه ها پدر و مادر دارن، اما من در اینجا کسی ندارم. گویا که من یتیم باشم. التماس اپا جان، مادرم رو جیغ زنید. آمده مرا برن. جیغ زنید التماس اپا. گوش کن، آنها خیلی دورن. چی در به اینجا می آیند؟ خواطر نشو، مادرت رو میبینی. همه‌شان صحت و سلامتند. انا بین مادری من. آنها به اینجا آمده نمیتوانند. این پولها رو گیر، گریخته به دهتان رو. فهمو؟ همراه میرویم اپا. شما هم میروید؟
تو با این کودک خیش میشی دخترم؟ نه آقای دکتر. این کودک صاحب ندارد؟ دارد. اویلهشان در دهان. پلیسی بیمارخانه در پایان تو رو انتظار است. رفته به او بیانات ده. آها مایلش. برفین مرا گوش کن. برفین داده. برفین من میدانم که برای خودت رو ترک کردن تو را به شهر فرستادم. برفین تو را فریب میدهم. مادرت زنده است. برفین با من گوش کن. بیا با پلیس تسلیم شو. رفت مادرت را به اینجا میارم. برفین آرام شو. یک دمیست برفین. مادر جان دکتر یاری ده. آقای دکتر چی شد؟ احتجاج میکنم یاری ده. آقای دکتر همشیره. شما چی شد مادر جان؟ اوستا نمیبینی؟ برفین ایستا. سوار شو زودتر. زود باش. برفین ایستا با تو میرم ایستا. برفین نه به خدا این دختر را یکان بار ندیدم. نامش برفین است لیکن او را با نامی مژده میشناسم. بخیر است یا اینکه از شوهرش گریخته است؟ نه عباس اینطور نیست. رقم تلفنی مرا میدونی. اگر او رو دیدی به من زنگ. خاطر نشوید. اگر دیدم حتما زنگ میزنم همشیره. این من آقای خره. مادری مژده از ده آمده دخترش رو میپرسد. دانستم آنید آقا. با او چی گفتی؟ فهمو هیچ چیز نگوی. آن دکتر خری به سرمان بلا می آورد. او دکتری دهه ماست. فهمیدم. من به تو پیش از عملیات به بیرون نبرا گفته بودم. کی وقتش میرسد؟ همینطور نگاه کرده میستم. کی در تنم بمب گذاشته خودم را میترکنم. خودت را به دست گیر. فرمان را انتظار میشویم. مردم مملکت ما از طرف تشکیلات‌های خارجی کشته هممون یک دل و هم فکر شده با آنها مبارزه میبریم. به واسطه رئیسان جماعت خبر رسید آقای خرم. دوست یکدیگر اعلام باید کرد. سراغ را نویس. همه جانبه تفریح‌ها کرده شد. مهمان به این سراغ می رود. وقتی رفتن از ساعت 17:30. رفتی مژده؟ وقتی عملیات معلوم شد؟ بله. وقت و مکانی عملیات معلوم گشت. خود را در کجا میترکاند نمیدانیم. فقط همین را میدانیم که همراهش خره گفتنی شخصی است. او را داشتن توانستم آقای کمیسر. سراغ شناسنامه‌اش را یافتید؟ متاسفانه سردارم شناسنامه‌اش قلبکی بوده است. اکنون چی در میابید؟ حتما در جای خطا میکنه.
قماندان به همینجا می آید؟ بله، عیناً چون خواستن می شود. وقتی ماشین قماندان به اینجا آمد، روزنامه‌نگاران و آدمان در نزد خانه جمع می شوند. با آدمان همراه شده در نزد ماشین خودم را می ترکنم. از اوضاعش می برای مژدن قهرمان می شوی. آدمانی بیگناه نیز هلاک می شوند. پلیسا نیز می میرند. سربازان همراه قماندان آمدن نیست. بگذار خلق هم هلاک شود. رو، وقتی آمدنش رسید. بینندگان گرامی، وزیر مدافع محترم مظفر قدچیگید کم دیرتر به عیادت عائله مبارزی بر ضد ترور بنگالی شهید شده می آید. مردم آمدن وزیر مدافع قدچیگید را که مقصدی از بین بردن ترور را دارند به صبرانه انتظارند. خبرهای من بعد را کم دیرتر باز منظورتون می‌گردانیم. تا خبرهای آینده سلامت باشید. مادر جان، یلماز از دشمنانتون انتقام گرفته به نزدتون می آیم. در این شهر کلان چطور دخترم را می یابم؟ من چیکار کنم؟ با من گوی گنول چیکار کنم؟ دعا میکنیم که پلیس او را زودتر دستگیر کند. مبادا اگر با خود یا با دیگران ضرر رساند. ای خدا، با من مدد رسان. همدردیم رو قبول کنم. با شما همدردم. غذای خوب گروی سلامتی است. اینک روغنی برکت که با تجهیزات نوین در بهترین کارگاه‌های استحصالی آماده می‌گردد پیشکشی خواهشمندان است. ترکیب غذاناک و صفتاً بالای این روغن لذت بخش همه طعام‌های ملی میباشد. روغنی برکت جوابگوی استانداردها بوده با نظرداشت طلبات استعمال کننده از نگاه غذای سالم آماده گشته است. روغنی برکت را در ظرف‌های غنجایشی گوناگون با نرخ دسترس در تمام مرکزهای سودای شهر دوشنبه و دیگر منطقه‌ها قرغن‌تپه، کلاب، رشت، ولایت سوخ، شهرهای خوجند، پنجکند و غیره خریداری نمایید. تلفن‌ها برای خریداری و همکاری‌ها 918 88 44 99 918 46 85 96 48 701 01 37. در مرکز سلامتی طبی جنوب متخصصان با تجربه از حساب هم زنان و هم مردان فعالیت می نمایند. در این مرکز با استفاده از تجهیزات گوناگون طبی بیماری‌های فشار بلندی، دیابت قند، جاغر، استخوان‌راز، چورای ستون‌مورا، بادخورده، بیزوریاتی، بیماری‌های گوناگون پوست، پروستات، سنگ گرده‌ها، درد معده، حبوبات، التهاب غدود زیر معده، درد گلو، قیمری، برانکیت مزمن، ضیق نفس و دیگر مریضی‌ها طبابت کرده می‌شوند. نشانی ما محله 46 کوچه جامی 9. تلفن ها برای تماس 915 05 33 08 915 05 32 99. رفتیم مجده. چرا؟ نپرس، رفتیم راه گرد. رو گرد زودتر. باجو سردورم من اومدم.
سلامت باشید. اون کس کمی نوتوب شده. از این رو آمدن نتوانستم. همدردی اون کس رو بهشون میرسم. خداوند وطن و ملتمون رو آسایش نگه داره. تشکر. کمتر درد میکند. انا شد تمام. آقای طاهر را نیافتم. در کجا باشند؟ حاضر می آید. بخیر است؟ به او یک مکتوبی آمده است. مکتوب؟ بله. اگر خواهید به من دهید به او میرسانم. میلش. سلامتیتون خوب است خانم زینب؟ بله تشکر. اگر من به شما لازم شدم تغمچه را زیر کنید. شفا یابید. تشکر. مدت زیاد شد که تو را ندیدم. مهرت را سال هاست که در قلبم نگاه می دارم. اکنون باز از نو آمده قلبم رو پاره پاره می کنی. از من دور باشی هم تو را دوست می دارم طاهر. بله او برفین بود لیکن باز از دستم رها یافت. زینب دخترم سلامتیت چطور است؟ طاهر من به دیه برگشتن میخواهم. باز یک چند مدت در اینجا میمانی. استادم با یک اصول نو تو را معالجه میکند. دکتر هر چیزی گوید همان رو کن زینب. برای چی به بیمارخانه اومدی؟ از گپشون سرکشی نکن. دخترم با خدا راست میگویم. تنها گفته دکتر رو میکنیم تمام. طاهر اینجا بیا. چی شد با من بیا. دخترم خودت را چه حس میکنی؟ طاهر پسر بسرم چند روز باز در انقره ای لیکن تا حال به عیادت مادر کانونت نرفته ای. تو رو پزوان شدم. بیا زود به آنجا میروی پسرم. مایلش مادر جان. رفته با زینب گویم بعد میرویم. رفته گوی خدایا توبه. فکر و خیالش در زینب. مادر طاهر را می آرم. هممون یک جا می شویم. خواهش میکنم او رو دیگر به دیهن نفرستید. زینب از روزی آمدنم به خونه بیبیم نرفتم. بیبیم من رو دعوت کردن. حاضر ما به اونجا رفته سحر بر وقت برمیگردم. میلش البته را تو بازدید آقای حمید. تو بازدید پسرم. راهی سفید خواجر نشو. من همین جویم. تو به خونه رو. طاهر این را به تو فرستادم. راو بیبیت رو انتظار است پسرم. راو پسرم تو بازدید. خیر پسرم خیر. دخترم زینب چرا گریه میکنی؟ دخترم طاهر یک دوست داشته است. وقتی که دستارونش زیادن چرا با منی بیمار خانه دار شدن میخواهد؟ با دختری که مرگش رو انتظار است. این طور نگوی زینب. این طور نگوی دخترم. یعنی حالا هم مرا فراموش نکرده ای. چرا بمب نترکی؟
2 مرتبه تو مرا زیر کردم. نه ترکید زیرا من چونی خواستم. یعنی چی خیل؟ شما یه روی دورا میکردید؟ نه البته عملیات من کرده شد. زیرا در آخرین لحظه سنگ زده عملیات را من کردند. آفرین به تو مژده. جنگاور حقیقی بوده ای. این دفعه خود را میترکانی. قماندان برای چی نامد؟ گفت که بیمار بوده است. شما آمدید آقای خره؟ در خانه یگان ناشناس نیست؟ سردار پیشگی آگاه کرده بودید. بیا مژده. بیا گذر. برای چی اینجا اومدین؟ در اینجا چیکار میکنید؟ تا رسیدن فرمان نوبتی همینجا پنهان میشویم. خوش آمدی طاهر. بیبی جان. جانم. بیبی جان در کجا میگردی ندیره بی مهرم؟ خیلی پزمانه شدم. خدا رو شکر که آمدی. خدا رو شکر. من هم شما را پزمان شدم. بدرون درا پسرم، بدرون درا. این خاله خوردی من کجاست؟ در حجره خودش بود. برای چی نامد؟ نهال صبر کنید بیبی جان، خودم به نزدش میروم. خیلی میلش رم. اوه خوش آمدی طاهر. خوش آمدی. خوش باشی خاله خوردیم. تو را بسیار پزمان شدم نهال. من هم تو را پزمان شدم. چند وقت شد که هم دیگر رو ندیدیم. خوش چه حال داری خاله؟ درس های چی خیل میگذرم؟ چی خیل میشد؟ درس میدیم. احوال خودت چی خیل است؟ مادرم شاید نقل کردن. بله نقل کردند. همدردی هم رو قبول کن. خدا به او شفا دهد. همسرت معلمه بوده است؟ بله. نمیدونم در اینجا بودنم رو از کجا فهمیده است. باز هم با من از همان مکتوبای عاشقانه‌اش فرستاده است. خرسند بودم که پس از ختم دانشگاه دیگر با من مکتوب نمیفرستد. معلوم می شود که حالا هم فراموش نکرده است. البته حالا هم تو رو دوست می داشته است. فراموش کردن می خواهد لیکن نمی تواند. از خاطر برآورده هم نمی تواند. گوش کن اگر ممکن باشد با او گوی که من ازدواج کردم. طاهر برای داخل بیا. آمدیم مادر جان آمدیم. بیا خاله با پایم فرای. تو رفت من می آیم. میلش. باید فراموش کنم طاهر. هرچه زودتر فراموش کنم. بخیر است اما چی درد دارید؟ یا اینکه عاشق شده؟ تو چی ها میگوی گلشن؟ در تو نه حرمت مونده است و نه احترام. چی گپ است؟ از سحر بود خوب کردن نمونده. اکای تو ایراد اومده است. دستورایت رو شسته به مهمون خونه داری. میلش.
همینجا روزی عملیات را انتظار میشیم. برای چی به خونه شما نمیرویم؟ مکانمون را زود عوض میکنیم. این فرمان تشکیلات. از خانه برآمدن من است. به حوله هم نبرا تو را نبینند. با پلیس رو برو نشم. اگر خطا کرده عملیات را برباد دهی. پروا نکنید قره. من برای این کار جانم را فدا میکنم. شد. وقت و ساعتش رسد ما تو را خبردار میکنیم. تا ما خودمون با تو در تماس نشویم تو ما را جستجو نمیکنی. فهمه؟ فهمه قره. حالا باشد خواب کن مژده. به من نگر. این دختر به تو امانت. او را احتیاط میکنی. اگر با او یگان خوشی روی دهد. فهمیدم او سردار، لیکن این کار بسیار خطرناک است. یعنی گپ را دراز نکن. خانت بیخف است. همسرت هم حامله. مثل دیگر عائله ها کسی از شما شبهه نمی کند. شد سردار، فهمیدم. این را گیر. گوش کن جعفر. کارنمکی نکن که عاقبتی خوب ندارد. تشکیلات شما را صاحبی کار کرد. شکمتون را سیر کرد. اون وقت خوب بود. کار دشوار نیست. تا از اینجا بردن او را پنهان میکنی. تمام. با چشم سردارم. خیر. همینش نمی رسید. همه ناخوشی ها ما رو پیگیرند. تو خیلی کلام شده ای گلشن؟ البته کلام میشوم. خداوند به تو عقل و فراست دهد. بازتر کرده بیبی جان. در اینجا چی واقعه؟ گلشن با مادرش موندن نمیخواهد. برای همین همراه ما میستد. آن زن مادرم نیست بلکه مادرندرم است. مادرندری گفته تو را تا این وقت تربیه کرده از گلشن. من آن زن را دوست نمیدارم. گلشن بسیار گبنادارو شده است. کلام کردن فرزندی بیگانه انا به چی روزها آورده میرساند. خدا را شکر تا امروز فرزند خان نداشتم و از این پس هم نمیگیرم انشاءالله. به خدا طاقت چنین معامله را ندارم. نامزدتان زنگ میزند احمد بیایید. اوه مبارک شد خالای خوردی. خرسند شدم. کی بود است اون خوشبخت؟ حالا انیق نیست طاهر. تو باز یگان بهانه کرده از خانه‌دار شوی دست میکشی؟ این دور نیست اپا. خدا خواهد میشود. ببخشید. اکای طاهرم آمدند اما هم با اوست. بعد او چند بار گفتم با تلفن نرس. کنی رو؟ لابای طاهر جیانم است. دختر است. در بارش گفته بودم. حاضر در خونه مهمون است. با خوردن نمیتوانم. خوب میلش خودم زنگ میزنم. نهال؟ لابای اپا. طاهر تو را دوست می‌دارد. تو هم به من کمک کن تا او را به دیه رفتن نمانیم. چرا طاهر را دائم زیر نظارت میگیرید اپا؟ او پسری من است. هر یک مادر همراه فرزندش بودن میخواهد. اپا او پسر شما نیست. خاموش. باز یکون کس نفهمد. اپا جون تو که این سیر و نیهان داشتن میخواهید. وقتی به طاهر حقیقت را گفته بهتون رسید. او باید حقیقت را داند. میترسم که او را از دست میدهم نیها. اگر پسر خان بودنش را فهمد چی؟ یا فهمد که او را فریب داده اید آن وقت چی میشود؟ طاهر یک طرف مادرم چی؟ او نیز نمیداند. اگر فهمد میدونید چی میشود؟ نمیفهمند نیها. اصلا نمیفهمند. تو نیز به یگان کس نمیگویی. فهمیدی؟ نمیگویی. کاش میدانستی که من با تو خولا نیستم.
شاید همه چیز رنگ دیگر می گرفت. باید تو رو فراموش کنم. امشب نوبت دارم. در بیمارخانه میمونم. کلید خانه رو به تو میدهم. تو حاضر به خانه رو؟ نه، من خودم تنها در خانه چیکار میکنم؟ همینجا با تو میمونم. چه خیلی که خواهی زیلال. گوش کن گنول، از تو یک چیز پرسیدنیم. گوش میکن. من در خانه خوابت یک عکس را دیدم. عکسی تو و رئیس. ما با او ازدواج کرده بودیم. نخود، لیکن تو نصرانی گفتنی؟ پرسیدنی که چطور با من خانه دار شد؟ بله، همین رو پرسیدنی بودم. شهباز هم مثل من دین نصرانی ها رو قبول کرد. نخود گنول، پس چرا پنهان میکنن؟ نصرانی باشد نصرانی، یهودی باشد یهودی، کاری وای. یعنی او دروغ میگوید؟ بله زیرا روی اصلیش رو از شما پنهان میکند. در وقتی آیله دایره‌مون بارها با او جنجال کردم، به مردم حقیقت را گفتم، به گذشته صلوات گفتم. پیشتر مجبور بودی. هر دفعه هر گونه بهانه میجوز، به گپم گوش نکرد و باز سرهای دیگرش رو نیز میدانم. خلاصه به دروغی او تحمل کرده نتوانست. من چگونگیم رو پنهان نکردم. در زندگی هیچگاه دچار کمبودی نشدم. با آدم دوره زندگی کردن نخواستم. به شهر آمدم. انا رئیس چه خیل آدم بوده است. پرتای ایران بازی نکن رئیس. حلال بازی کن، فریب نکن رئیس. تهمت نکنید آقای رافی، من فریب نکردم. 3 و 1 آمد و باز 3 و 1. آقای شهباز چی شد سودا؟ یک آدمی مجروح را یافتند. بیچاره جراحتی بدبین داشته است. 2 نفر او را با زنبر و نقطه طبی خودمان میآورند. خیلی آوردن گیرن. اما چی؟ آقای رئیس، سر و رویش زخم دار بوده است. از روی آوازه ها بابا ابراهیم مانند بوده است. بابا ابراهیم گفتی؟ خدایا توبه. از وی از خوری سبانده خیلی دور است. گوش کن الدو، اگر اون آدم بابای ابراهیم باشد باید رفتن و دیگه خبر بکنید. اپی دیلا بخیر است الدو؟ آقای طاهر برگشتن؟ نه بعد همان یک مجروح را آورده ایستادند. از روی گفتهشان با بابا ابراهیم خیلی مانند بوده است. اپا چی؟ بابا ابراهیم یافتند؟ بله. آقای دکتر، همشیره گنو انا در آنجا نشستم. تشکر. نمی ارزد. رئیس برای چه خود را مسلمان نشان داده همه را فریب می دهد؟ کسی که نباشد کی به او کاردار است؟ چرا این طور می کند؟ همه همون بنده یک خدا نیستیم مگر؟ همشیره گنول، مرحمت. استاد ابراهیم شما را جغ می زند. زیلال تو به خانه رو، من باید روم. خانه زیلال، شما در اینجا چیکار میکنید؟ من برای برخینم آمدم، برای جستنی او آمدم پسرم. چه گپ است؟ نترس، همسرم آماده است. بر وقت آمدی؟ کار را حل کردی زهرا؟ بله، همش رو فروختم. این دختر کیست جعفر؟ نامش موجوده، مهمانمان است. خوش آمدید. خوش باشید. مهمانمان گرسنه است، رفته یگان چیز تیار کن. مایلش. جعفر با من بیا. در آشخانه هیچ چیز نیست. چی شد زهرا؟ او کی است جعفر؟ چرا به اینجا آمده است؟
او همسی دیگران است. به خدا به سرمون بلا میوری. اگر پلیس ما رو دستگیر کند چی؟ نترس زهرا، هیچ چیز نمیشود. یک چند مدت در خانه خودمون میماند. چه خیلی در اینجا میمانند؟ فرمان تشکیلات است. تو چی کار کردی؟ بار رو فروختی؟ بله فروختم. جعفر، من میترسم که یگان روز با پلیس روبرو میشوم. آنها همه‌اش رو میفهمند. نترس، هیچ گپ نمیشود. کی باور میکرد که زنی حامله‌دار با فروش مواد مخدر مشغول است؟ با این احوالات هیچ کس از تو شبهه نمیکند. جعفر، من بیزار شدم. دیگر کار نمیکنم. قوت ندارم. چخیل کار نمیکنی؟ چخیل بیزار شدی؟ ما این رو با خواست خودمون نمیکنیم. اما همشیره گناه گفتند که کار کردن به تو و به کودکت ضرر دارد. میفهمی؟ من به تو نگفتم که با اون زن رفت آمد نکن. او دروغ میگوید. دروغ گوید. من درباره همشیره گنون یگان چیز شنیدن نمیخواهم. بسیار واهمه نکن زهرا. تنها 2 کار دیگر ماند. بعد از این کارها دست میکشیم. خودت رو به دست. دیدم که همشیره گنول نوبادار است. من هم خاله زلال رو گرفته آوردم. یعنی در خانه همشیره گنول می ایستی زلال؟ بله، در همونجا. از شناسایی با شما شدم خانم زلال. خوب کردید که اومدید. تشکر دخترم. شما را ناراحت نکردم انشالله. چی خیلی ناراحت؟ ما برعکس خرسند شدیم. همین در نه مادر جان؟ بیبی جان بس است، من دیگر نمیخورم. خور جانی بیبی خور، خیلی خراب شدی. البته مادر، آخر او در دیه عذاب میکشید. نبیره جان شیرینم. میترسم که در دیه به تو ضرر میرسانند. من و مادرت به دیه رفتنت رو نمیخواهیم. به استانبول برمیگردیم پسرم. تو به خارجی کشور رفته همونجا کار میکنی؟ در اون دیه چی هست طاهر؟ در اون دیه هیچ چیز نیست. تنها یک نقطه طبی ویرانه و من میباشم. یگانه دکتری آن منطقه من هستم. در شهر بیمارخانه های زیادی هست، لیکن بیماران من برای به نزدم آمدن یک روزه راه رو طی میکنند. یگانه امیدی آن بیماران منم. آدمان آنجا به من باوری و اعتقاد دارند. نه، من آنها را ترک نمیکنم. من با طاهر هم فکرم. نهال طاهر درست میگوید افا. آنها نیز به دکتر و آموزگار احتیاج دارند. من هم میخوام رفته در آنجا تعلیم دهم. سلاحداران چند مرتبه با ما هجوم کردند، چند مرتبه قصد جانمان رو کردند. میفهمی؟ مادر، اگر از آنها ترسیده آنجا را ترک کنیم سلاحداران به مقصدشون میرسند. نباید این آدمان را بی دارو و درمان و بی تعلیم گذاریم، زیرا مقصد آنها همین است. او پسرش نیست، بلکه پسری من است. برای من او به شما هیچ کس نمی شود. برای قهرمانی من است. تو چرا به شهر آمدی زلال؟ به جستجوی دخترم برفین آمدم. زلال، به این تصادف نگر که در یک شهر کلان آمده بیمارخانه رو که برادر آنجا است یافتی. من چیکار کنم؟ کار خدا است. چرا از پسی طاهر تو به اینجا آمدی زلال؟ من نآمدم، مرا پسرم مجبور به اینجا آورد. طاهر را پسرم گفته شتاب نکن زلال. برای چی؟ پسری من نیست مگر برای من است. بس تو میخواهی که طاهر شنود؟ اگر میخواستم میگفتم خانم رابیه. چرا پسرم را به خارج فرستاده از من دور کردن میخواهی؟ چرا؟ بخیر است؟ شما با هم جمع میکنید؟ نه طاهر، چخیل جمع؟ زلال زد شده است و نزدی گنول رفتن میخواهد. او را باز بداشتم. همین طور نیست زلال؟ بله، من رفتن میخواهم. شاید از برفین یکم خبری یافتم.
خوابت نبود یا اینکه گرسنه موندی؟ نه حاضر خواب میکنم. ایست کمی با هم صحبت کنیم. زهرا هم خواب است. تو چی ها میگویی؟ تو مرا کی فکر کردی؟ نادرست نفهم. پیش از تو به اینجا دیگر دختران هم می آمدند، یه چیز نمی گفتند. اوی بی‌ناموس، اگر باری دیگر با من نزدیک شوی تو رو آتش میزنم، حتی جسدت رو نمیابند. تو مرا فهمیدی؟ این چه دختر است؟ توبه. با فکرم همه خواب رفتن. بله طاهر، چی شد؟ یگان چیز میخواستی؟ برای ما رو دستگیری کردن دست تو سپاس گذارم. میدونم که کاری درست میکنی. مبادا اگر در آن جایها آموزگار شدن خواستی برایت یک مرتبه خوبی میابم. تشکر زیاد. شب خوش خالای مهربانی من. طاهر لبای با تو هم شب خوش. نمیدونم چی کار کنم، نمیدونم. تو را فراموش کردن نمیتوانم طاهر. چرا باز آمدی؟ چرا؟ لوری 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 کامن سمرو آلا نجینا تو درستی میدارم. من با تو زنده در شب تو چشمانت مثل ماه وجودم رو روشن میسازد، در آتش عشق تو میسازد. سمرو آلا نجینام تو دو حالی برچاوم چاره نایه جدستم لوری لوری. طاهر تو کی برگشتی؟ شب خوابم نبرد، من هستت آمدم. تو را پزمان شدم طاهر. من هم تو را پزمان شدم. وقتی که به خانه بیبیت رفتی گمان کردم که تو را دیگر نمی بینم. این طور نگوی زینب. مرحمت. آقای طاهر، در قبولگاه برایتون یک مکتوب آمده است. تشکر. نمی‌ارزد. نامش را در بالایش ننوشته است. اگر خواهی رفته در بیرون خواه. مایلش. چطور ما رو یافته؟ طاهر؟ خاله تو در اینجا چیکار میکنی؟ سحر تو رو در خانه نیافته خواطر شده. بر وقت به بیمارخانه آمدم. تو امروز درس نداری؟ درسی اول نداشتم. خواستم همسرت را یک خبر گیرم.
زینب ببین خالم به خبرگیری تو آمده است. خدا شفا دهد خانم زینب. تشکر زیاد. او در حقیقت خالت است؟ بله، نهال خاله خوردیم است. شما خواهری خانم روبی هستید؟ در بینمون فرق زیاد است. من از همه خوردیم. زینب خالم به مانند تو معلم است. رانه خود به خدا خیلی خوشحال شدم. معلمای مکتب میونم. چه خیلی نخست. من هم شاگردانم را خیلی پزمان شدم. انشالله سیاش دبان ازشون برمیگردید. زیخ نشوید. گمان نمی کنم که از این بیماری رها یافته صحت شوم و از نو رفته با آنها درس دهم. زینب اینطور نگوی. انشالله با خواست خدا صحت میشویم. زود باش زهرا. آمدم. بارها رو گرفتی؟ بله گرفتم. تا بیرون نبرا مجده. فهمیدی؟ چیکار کردنم رو میدونم. تو با من یاد نده. اینقدر دختر یک راه بوده است. راه گرد. زودتر راه گرد. شد جعفر. رفته ایستادم. گوش کن. از پلیس ها احتیاط شو. باز یگان کاری خطا نکنی. احوالمون بد می شود. مایلش جعفر. رفتیم. زودتر. خیلی آمده باشد. در دیگه کار کردن دیگه کار باشد. همه خیلی بفکرم. خوشش کنم. انا اومدم. خوش آمده. خوش آمده حاجی شکر. خوش باشی. بخیر است. چرا در اینجا جمع شدید؟ بابای حاجی باید یک زخمدار رو میآوردن. همون رو انتظاریم. از روی گفته آدمان بابا ابراهیم مونن بوده است. انشاءالله بابا ابراهیم است. کاش که بابایم باشند. در حق گم شدگان دعا میکنم. البته از یعنی من هم یگان خبری نیست. مرحمت کنید. گذارید. مرحمت کرده شدید. آقای رئیس آوردم. بابا جان خیلیت که آوردم. خدایا دیگر کسا حاجی شکر سید زاده است. او از اولاد پیغمبر است. در دیهش او را چون بابای ابراهیم خیلی حرمت و احترام میکنند. امثال او همه وقت به ما زید میبرایند. یک چیز را گناه و دیگرش را ثواب گفته خلقمان را پایبندی خویش میگردانند. حالا وقتی آن رسیده است که این مانع را که به تشکیلات سر بالا میکند نابود سازیم. یک کلچقند ایده پر با شکر یا همین خیل؟ با کلچقند از چه خیل شکر پر؟ از ما با شکر باشد پر. زودتر گریختیم. معلم نیحال میآیم. زودتر. نخورید بچه ها. این زهر رو نخورید. انا این مکتبی ما زمانوی بوده است. برای گسیل کردن است. تشکر. بگو میآیم. تو بازدید. مایلش. طاهیر. لبای خونه. زینب چرا این طور گفت؟ چرا سیاد نمیشوم گفت؟ یا اینکه بله خدا. متاسفانه نتیجه تشخیص معین گشت. بیماری وجودش رو فرا گرفته است. همه کارو کردیم اما استادم از 6 ماه تا 1 سال زندگی میکند گفت. میفهمم طاهیر. یعنی طاهیر به خریبی تنها میموند. پولی من نمیرسد تو ده؟ اپا جان زودتر باشید. اپا جان زودتر. مرحمت. رفتیم زودتر. آنها پلیس باشند.
خدا رو شکر که نجات یافتم. کی به من ده گل گفتم دمت را گیر بیناموسو حالا ایستید. من نمیبرایم. یگان خوشی روی دیگر عملیات رو برباد میدیم. سرده سرده میگویم نجومت جایم. شما چی کار میکنید به این زمان؟ گریز رفتیم گریز. مجده مامان زهرا خیز از جویت. بیا رفتیم. زودتر زودتر. با من کمک کن مجده. چکار کنم زهرا؟ رفته همشیره گنول رو بیار. رقم تلفنش رو دیگه با او زنگ زدم. رقم تلفنش رو نمیدونم لیکن خونش در همین نزدیکی. زهرا با من گفتم باید و بیرون نبریم. رفته همشیره گنول رو جیغ زن مجده. بگم نمیمیرم. من همشیره گنول رو چی دارم؟ از آدمانی محلم برس همه ها رو میشناسم. زهرا من چطور به نزدی همشیره گنول میروم؟ از برفین یگون خبری هست؟ نیست. کسی هم زنگ نزد. اگر با او یگون نقله میشود حتما در تلویزیون و روزنامه ها خبر میدادند. یعنی حالا هم امید او را جستجو کردن هست. شاید من روم ده همان رو پزمون شدم. کی بوده است؟ فهمیدی دیلا؟ فهمیدم آقای رافی. از دهه ارپچای بوده است. ها البته. بیچاره بیکس تنها بوده است. میدانم که برای بابایت غمگینی. خدا مددگارت باد. گرچند من جای بابایت را گرفتن نمیتوانم، لیکن مرا چون بابایت دان یگان کمبودی پیش آمد. درم همه وقت باز از دخترم. تشکر آقای شکر. بیایید حاجی شکر، در خانه من مهمان شوید. مرحمت گذارید. تشکر. مرا جه زده سردارم. وظیفه اولینت را انتظار است که چه؟ من آماده‌ام. تو سردار دهه چردکلی حاج شکر را نیست میکنی. برای چی؟ او دشمنی تشکیلات و طرفداری دولت است. شکر ریاکار است. در اصل او طرفداری تشکیلات است، لیکن این را مردم نمیدانند. شاید خبری گرفته‌تان دروغ باشد. من میدانم که بر ضد تشکیلات مبارزه میبرد. بابا ابراهیم را میدانی؟ میدانم. از دهه او بیکلان است. بابا ابراهیم را حالا هم نیافته، چون که حاج شکور او را کشته جسدش را پنهان کرده است. انا این اثباتش. این جزدان بابا ابراهیم است. انا این را هم گیر. حاجی شکر باید نیست شود. مرحمت. تشکر خواهرم گلی. نوش جانتون.
تو همشین خواهر، سخنانم را تو هم شنو. گفتنش دشوار است، لیکن معلوم است که بابا ابراهیم زنده نیست. راست میگوید حاج شکر، راست. دلم به نبیرگانش دیلا و عمر میسوزد، به صاحب ماندند. درست میگوید، تنها ماندند. من بارها با بابا ابراهیم گفته بودم که بیایید دیلا را با پسری من خانه دار کنیم. پسرم در شهر میخواند، هر دویشان هم آدمانی صاحبی معلومات عالی اند و یکدیگر موافقند، اما نصیب نبوده است. کاش نصیب میشد حاج شکر. خواهرم گلی، تو باز یک بار دیگر از دیلا پرس، اگر راضی شود خانه دار میکنیم. حاج شکر درست میگویند، نفر لازم که آنها را صاحبه کند. بابا نیز همین را میخواستند. سروغای گفتهش هم اینجا باشد. خونه رقمی 4 همین است. فیلم سهراب محمود، تولد او خطا بود. گفتم ایتوانی چیه؟ زندگی او پر جفا بود. کارگردان حاتم نورف جستجوی مرده‌اش از یک طرف، شکستن‌های عاشقانه از دیگر طرف. نهایتش چیست؟ در نقش‌های اساسی مولوی محمود، نگارای رحیمی و شما فهماز این چی میگوید؟ نیروی محبت. غذای خوب گروی سلامتی است. اینک روغنی برکت که با تجهیزات نوین در بهترین کارگاه‌های استحصالی آماده می‌گردد، پیشکشی خواهشمندان است. ترکیب غذاناک و صفتاً بالای این روغن لذت بخش همه طعام‌های ملی میباشد. روغنی برکت جوابگوی استانداردها بوده، با نظرداشت طلبات استعمال کننده از نگاه غذای سالم آماده گشته است. روغنی برکت را در ظرف‌های غنجایشی گوناگون با نرخ دسترس در تمام مرکزهای سودای شهر دوشنبه و دیگر منطقه‌ها قرغن‌تپه، کولوب، رشت، ولایت سوخ، شهرهای خوجند، پنجکند و غیره خریداری نمایید. تلفن‌ها برای خریداری و همکاری‌ها 918 88 44 99 918 46 85 96 48 701 01 37. در مرکز سلامتی طبی جنوب متخصصان با تجربه از حساب هم زنان و هم مردان فعالیت می‌نمایند. در این مرکز با استفاده از تجهیزات گوناگون طبی بیماری‌های فشار بلندی، دیابت قند، جاغر، عصر خندراز، چورای ستون نوره، بادخورده، بیزوریاتی، بیماری‌های گوناگون پوست، پروستات، سنگ گرده‌ها، درد معده، حبوبات، التهاب غدود زیر معده، درد گلو، قیمری، برانشیت مزمن، ضیق نفس و دیگر مریضی‌ها تبابت کرده می‌شوند. نشانی ما محله 46 کوچه جامی 9. تلفن‌ها برای تماس 915 05 33 08 915 05 32 99. پیراهن تقدیر. فیلم سال 2011 در مرکز پرودوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی گردانده شد.